به نام خدا. سلام به همه دوستان. من علی اکبر گلشنی هستم. با یه آموزش دیگه اکسل در خدمت شما. ما توی دورهای گذشته شروع کردیم آموزش کاربردی اکسل رو بهتون توضیح دادیم. بعد توی این قسمت هم یه کاربرد دیگه ای از اکسل رو بهتون آموزش میدیم. اوکی دوستان، ما توی گزارش توی آموزش قبلی شروع کردیم ابزارهای کنترلی یا فرم کنترلر رو بهتون یاد دادیم. یه چند تاییش رو بهتون کار کردیم و بهتون توضیح دادیم. حالا میخوام یه چند تای دیگه رو بهتون توضیح بدم. اوکی بچه‌ها، ببینید ما اومدیم چک باکس رو توضیح دادیم، بعد آپشن باتن ها رو توضیح دادیم. حالا میخوام برم سراغ اسکرول. ببینید اسکرول بار روش بیاید، اسمش رو واسهتون میزنه. خب اکسل حالا هر کدوم طرفی که بخواید بکشید میتونید بکشید. هم میتونید به صورت افقی داشته باشیدش، هم میتونید به صورت عمودی داشته باشید. خب حالا ما برای راحتی کار خودمون یه دونه اینجا ستون باز میکنیم و شماره ردیف رو بهش میدیم. اینجا میگیم ردیف. خب و این چون اینجا عددی این فرمت رو بهش میدم. خب بچه یه زمانی شما، حالا ما اینجا 30 تا ماه داریم، یه زمانی شما میبینید دیتاتون خیلی چیز زیاده، میخواید یه حجمی از دیتا رو داشته باشید. خب حالا این قانون هم باید توی یه دونه شیت دیگه به عنوان ریپورت داشته باشید، ولی میخوام چون ببینید دیتا رو با دیتای که داریم مقایسه کنید میذارم اینجا. حالا میخواید مثلا طبق همون روال خودمون تو همون شیت ریپورت بریم. خب نیم اینو میذارم ریپورت یک اینه CNCA1. خب پیچیدگیش رو تغییر میدم، بردم همینجور. خب من اینو کاتش میکنم میارم اینجا. خب این اندازه ستون A رو با این اسکرولمون یکی کردم که مشکلی نداشته باشه و توی این یکی بتونیم استفاده کنیم. خب من میام تمام این سرستون رو کپی میکنم اینجا پیستش. خب بچه ما میخوایم حالا این ماه 10 تا میتونیم بذاریم یا 5 تا یا هر تعدادی که میخوایم میتونیم اینجا داشته باشیم. ما حالا روی این اسکروله کلیک راست میکنم، فرم کنترل. خب بچه ببینید اسکرول حالا طبق اون چیزی که بهتون توضیح دادم، اول که اینجا حالا سایزش رو میتونید داشته باشید. توی این قسمت موور سایز رو میزنید که با حرکت دادن سلولاتون یا ستوناتون این حرکتی نکنه. توی این قسمت تنظیمات خود کنوایسه. قسمت اولی میگه عددی که الان میخواهید باشه تو اون سلولی که ما داریم اینجا لینک میکنیم بهش چند باشه. ما اینجا الان میگیم یه سلول رو واسش لینک میکنیم، میگیم B6. خب چند باشه؟ من میگم 5 در حال حاضر. خب از چند شروع بشه؟ از 5 تا چند بره؟ ما 30 تا ماه داشتیم، بس میشه 30 تا. چند تا بره؟ 5 تا 5 تا. مینیمومش 5، ماکسیموم 30، عدد حال حاضر 5. 5 تا 5 تا چنج و لینکش هم که بهش دادیم. اوکی
ببینید حالا من اینو وسط چی میکنم. خب من میام میگم حالا اینو 5 که داشتیم، نگاه کنید بچه‌ها، ما حالا میتونیم این میبینید 15 20 25 و 30. حالا من میگم بهش بالا که ببینید شما، میگم این عدد منهای 1 و اینو تا بالا ادامه میدم. خب ما میام از فرمول ایندکس یا ویلوکاپ که من ایندکس رو بیشتر میپسندم چون یه سری محدودیت هایی که ویلوکاپ داره رو ایندکس نداره، ایندکس مچ نداره و میتونید ازش استفاده کنید. ما میگیم توی این ردیفی ستون مطلقش نمی کنم چون میخوام بکشمش این و تا باقی ستونا رو هم بگیریم. جدا کننده مچ میام توی ریپورت و اولین سلول ردیف رو بهش میدیم. من اینو مطلقش میکنم فقط ستونش رو که هر چقدر کشیدیم ور حرکت نکنه ولی به سمت پایین بیاد. جدا کننده شیت 1 قسمت ردیف، این ستون رو مطلق کامل میکنیم چون نمیخوایم A مون B بیاد چون همه شما ردیفامون توی A مون هستش و 0 رو میذاریم که دقیقا همونو به همون بده. اینو تا انتها میکشم میارمش پایین. خب بعد من اینجا میام تا این 5 فرمت اینو بهش میگیرم و میدم به این. خب چه ببینید الان دقت بکنید اینجا رو، بر حسب تقسیم بندی هایی که ما کردیم یعنی 5 تا 5 تا کردیم میاد جدول بهمون نشون میده. حالا ما بخوایم از این یه دونه چیز بگیریم، نمودار بگیریم که تفاوت‌ها رو شما ببینید. خب حالا من نمیخوام این قسمت ردیفا توی اینجا بیفته، میام اینجا سلکت دیتا سویچش میکنم که نوشته های توضیحاتمون بیاد اینور ادیت. ببینید میام اینجا رو میگیرم. اوکی الان شما ببینید با هر بار تغییر این نمیداره اونم تغییر میکنه. خب حالا اینم میتونیم برش داریم چارتو دیگه باقی تنظیمات خود نموداره. فونت رو میتونید عوض بکنید و چیز بکنید. ببینید خیلی راحت میتونید تغییر بدید. خب این از این قسمت. بچه ما حالا این ابزار چیز بود، اسکرول بار بود. ما یه ابزار دیگه ای داریم اینجا به عنوان اسپین باتن یا شمارنده. بعد حالا این هم طبق همون چیزای قبلی ما میریم کلیک راست میکنیم که طبق هم فرم کنترل کلیک راست میکنیم، فرمت کنترلش رو باز میکنیم، میایم اینجا توی حالا میخواستم بیارم تو شیت CSC ولی همینجا اوکیش میکنم. میگیم از حالا 1-10 شروع کنه، بعد مینیمومش
روی 20 بشه. حالا ما اینا میذارم 20 تا 200. چند تا بره بالا؟ 10 تا 10 تا. سلینکش هم من میذارم شیت CLC، بعد A1. ببین البته CLC 1. ببینید اینجا داره شمارندمون میفته. خب دوستان، حالا ما میخوایم یه نموداری درست بکنیم. خب از توی دیتامون بعد بیایم یه تارگتی رو واسش مشخص بکنیم. بگیم اگر به اون تارگت رسید نمودارمون رنگش تغییر بکنه، اگر به اون تارگت نرسید نمودارمون همون حالت عادی باشه. خب من میام حالا این قسمت رو بذارید، این قسمت رو 10 تا ماه کپی میکنم توی اینجا. اوکی. خب بعد ما میایم یه فرمولی مینویسیم. فرمولمون بر حسب ایفه. حالا پارت 2 رو من میذارم اینجا. حالا اینم میذارم که ببینید بچه‌ها میتونستیم اون نذاریم، کاری باش نداریم. خب ما میایم میگیم کپی جا پیست. اولا که دوتا چیز درست میکنیم، این داره بکشم پایین تر، دوتا آپشن باتن میذارم. ونه پارت 1 پارت 1 فرمت کنترل، رنگش رو تغییر میدم، بوردرش رو رنگش تغییر میدم، پراپرتیسش رو don't move or size رو میزنم و کنترلم میذارم روی مثلا TCLC1 T1 و تیریدیش هم میذارم. دوباره یک کپی دیگه میگیرم، همین بر پیستش میکنم، اینو میذارم پارت 2. این دوتا رو من با هم میگیرم، شیپ فرمت، الاین و کنار هم میذارمشونو. اوکی. خب حالا پارت 1 و 2 اینجا 1 و 2. خب من میگم مساوی ایف اگر این سلول این F4 مساوی بود با 1 پارت 1 جدا کننده پارت 1 در غیر این صورت
حالا من دوباره ایف رو می نویسم بچه، ولی اگر دوتا باشه میتونید در غیر این صورتش رو مستقیم بهش بگی چیکار کنه. ایف اگر این برابر سلول F4 مساوی بود با 2 یا این سلول به اون بده. همین رو میکشم تا پایین بیاد. خب من اینو سیش کنم، فرمتش رو بهش بدم. خب الان ببینید من اینجا پارت 1 رو بزنم، پارت 1 میاد، پارت 2 رو بزنم، پارت 2 میاد. بچه ما اینجا دیتامون 450 و 350، بس بذاریم اسکرین باتنمون هم مقدارش رو درست کنیم. ما گفتیم تا 200 باشه، ما میگیم تا 500 باشه، اولیش 50 باشه و 50 تا 50 تا بره بالا. اوکی. خب حالا من از این یه نمودار میگیرم. بذارید یه چیز دیگه هم بهش اضافه کنیم و نمودار رو بگیریم. مساویه if اگر ما میخوایم این اسکرین باتن رو بهش بدیم، بعد چیز بکنیم، بگیم که اگر حالا اسکرین باتن این عددی که داره به اون میده به عنوان تارگت داریم ازش استفاده میکنیم. اگر کمتر از اون تارگت بود، یعنی چی بیشتر از اون تارگتمون بود رنگش عوض بشه، اگه کمتر بود رنگ ثابت بمونه و تارگتمون رو به عنوان یه خطی توی نمودار بهمون نشون بده. به ما میگیم اگر این عدد کوچکتر مساوی if بنویسیم if اگر این عدد کوچکترین مساوی F4 این سلولی باشه که اسم باتن رو لینک کردیم بهش، هیچی نشون نده. در غیر این صورت یا اون عدد رو بهمون نشون بده. خب بکنده بچه بدین توی نمودار هیچی نشون ندادن و جزء یک کاراکتر داره حساب میکنه. نمودار تنها چیزی رو که میاد حساب نمیکنه فقط NA. حالا من اینو گذاشتم اینجا که فقط بهتون نشون بدم. ببینید الان اگه یه دونه نمودار بگیرم، یه نمودار خام بگیریم، اینجوری چند تا چیز داره با هم میگیره. نمودار خام یا select data add این پارت 2 و این دوتا. خب این دوتا یکی یه عدیه میزنیم اینجا، میگیم این قسمت و اینم که بهش لیبل ماها میدیم. اینو میکشیم کنیم، اینم میکشیم کنیم. خب این به عنوان صفر داره اون آیتم رو به اون نشون میده. عدد دیتا لیبل میبینید این صفر رو داره نشون میده، یعنی هیچی نداره، خالیه. ولی ما نمیخوایم اینجوری باشه، ما میخوایم کلا اصلا اون رو حساب نکنه. پس میایم جای این خالی بودنه
میگیم به اون بده NA. چه فرمول NA هست شما که بزنید خودش این فرمول رو به همون میده. خب حالا ما اینم ثابت میخوایم داشته باشیم مساویه این سلولی که اسم این باتن رو لینک کردیم بهش. حالا من یه نمودار دوباره میکشم، نمودار خام میام یه سلکت دیتا میکنم، اد میزنم بهش میگم این پارت رو به اون نشون بده و اولین قسمت اد، دومین قسمت این اسم نمیخوایم، دوم این قسمت و اینم که اوکی. خب حالا من میخوام یه کاری بکنم. ببین من این دوتا رو این شکلی درست میکنم، فرمت دیتا سریز، این سریز رو به لب و کم بکنید باز میشه، چیز بکنید زیادش کنید میاد رو هم. اوکی. حالا یه دونه دیگه هم سلکت میکنم که تارگتمون رو داشته باشیم، یاد میزنم این قسمت رو توی ولیو چه اینجا چون یک به اضافه داره میگیره داره ارور میده اینجا میگیریم و اوکی. و میبینید میام توی حالا روی نمودار کلیک میکنم، میام توی چنج چارت تایپ قسمت کمبو و آخری رو به عنوان خودش داره لاین میگیره، حالا ما هم به عنوان لاین انتخاب میکنیم و اوکی. خب حالا دوباره همین این دوتا رو کلیک میکنیم، کلیک راست فرمت دیتا پوینت اوورلپ اینا رو ست میکنم. خب حالا این نمودار رو من کپی میکنم میبرم این ور که شما تفاوت ها رو ببینید. ببین بچه ها الان اگه پارت یک رو انتخاب کنیم دیتامون تغییر میکنه، پارت دو رو انتخاب کنیم دیتامون تغییر میکنه. حالا اگر من بیام اینجا نمیبرم این ور که با این تنظیمات خود نمودار به هم نخوره. ببینید الان من میخوام این تارگت هم ببرم بالاتر، ببینید خودش داره میاد بالاتر. دقت کنید بچه‌ها الان انگار هر نموداری رو لمس میکنه این تارگتمون رنگش عوض میشه، ولی اگر اون نمودار لمس نمیکنه رنگش قرمز نمیشه، یعنی رنگش نارنجی نمیشه، هایلایت نمیشه. ببینید الان این نمودار رو ببینید پایین که بود این تارگتمون خورده بود بهش رنگش عوض شده بود، ولی توی این قسمت وقتی ردش میکنه آبی میشه. خب خیلی راحت نمودار حرکت میکنه. خب بچه الان ما دو تا چیز رو تونستیم اینجا یاد بگیریم. یکی اسم این باتنه بود که یک عددی رو بهمون میده، میتونیم ازش استفاده کنیم
و ببریمش بالا. حالا من اینو یه ذره بکشم این و نمودارم رو یکی هم همین. من الان این اسم باتن رو نمودار رو همه رو کنترل نگه میدارم، سلکت میکنم، میام اینجا و گروپش میکنم. الان همهشون با هم شدن. الان شما میتونید حالا واسه ویو گریدلاین ها رو حذف بکنید. میبینید دو تا ابزار خیلی خوب واسه یه خروجی دیتا. این فرم کنترل خیلی کمکتون میکنه بچه‌ها، میتونید استفاده بکنید. خب بچه‌ها حالا یه دونه حالا آموزش همین دیتامون که داریم بهتون میگم. حالا ما یه دیتای مثلا خیلی سنگینی داریم، میخوای توی همین دیتا مثلا ستای بالا رو بهمون نشون بده، یا ستا ماکسیموم رو بهمون نشون بده، یا ستا مینیموم رو بهمون نشون بده. ما میایم چیکار میکنیم؟ میام توی قسمت هوم، اولا همه رو انتخاب میکنیم اون دیتایی که داریم. میایم تو قسمت هوم، کاندیشن فرمتینگ، یه منیج رو میزنیم. خب حالا یه نیو رو باید باز بکنیم. ببینید بچه اینا رو بهتون توضیح دادم، هر کدوم از اینا یه کاری رو انجام میداد و یه دونه حالا چیزی رو تغییر فرمت میداد. ما تو قسمت سوم گفته که تاپ یا باتن، یعنی بیشترین یا کمترین. ما میگیم تاپ سومی، یعنی 3 تا و 3 تا عدد بالا رو فرمت میزنم و اینو فونتش رو سفید میکنم، بولدش میکنم و میام تو این قسمت فیل سبزش میکنم. اوکی و اوکی و اوکی. ببینید الان شما هر چی انتخاب بکنید ستایی زیاد رو بهتون میده، یعنی ستایی بیشترین رو بهتون میده. حتی برعکس همین میتونید همه رو بگیرید، کانچن فرمتی، منش رو یه نیو دیگه بزنید، دوباره بیاید اینجا بگیم باتن، ستای پایین هم بهمون نشون بده، فرمتش رو درست میکنیم. حالا من قرمز میکنم، میگم فونت سفید با بولدش. اوکی. ببین الان هر چقدر شما اینو تغییر بدید هم دیتاتون میاره. بعد میگه تو این حالا 5 ماهی که دارید نگاه میکنید کدوم چیز مسئله ساختمانی توی کدوم ماه بیشترین، تو کدوم آرت تو کدوم ماه بیشترین مصرف یا کمترین مصرف رو داشته. ستایی که لحاظ مقداری بیشتر و کمترن رو بهتون نشون میده. خب بکشم اینجا. رو یکی کنم. ببینید تقییم کنم. خب حالا شما همین فرمت دیتاتون یه دیتای خیلی زیادیه، میخواید یه جستجویی داشته باشید توش. هر چیزی رو که
مثلا وارد کردید مشابه اون رو بهتون حالا یه رنگی کنه، یه فرماتی بهتون بده. باز میایم کل جدول انتخاب میکنیم، کنترل شیفت و یه اندو میزنیم که تا پایین بیاد. خب من میگم توی تب هوم کانچا فرمتینگ، میایم توی هایلایت سلوز، میگیم تکست کانتینیو، بعد یه سلول رو بهش میدیم M1، حتی M1 رو بهش میدم و اوکیش میکنه. حالا ببین بچه چون هیچی انتخاب نکردیم داره همه چی رو بهمون نشون میده. من اینجا 1 بزنم، هر چیزی که شامل 1 رو بهمون نشون میده. یا 12 بزنم، فقط اونایی که شامل 12 هستن رو داره بهمون نشون میده. اگه گچ بزنم فقط گچ ها رو بهمون نشون میده. اگر ساخت بزنم ببینید فقط ساخت ها رو بهمون نشون میده. اگر 235 بزنم اگر داشته باشه بهمون نشون میده. ما مثلا 30 رو بزنم که میدونم داریم. ببین بچه‌ها این حالا یه جستجوی سریعه که خیلی راحت میتونید ازش استفاده بکنید. میتونید جاها رو مثلا مرج کنید 25، بعد وسط چین کنید همه رو. اینو یه رنگی بهش بدیم، دیزلاینتون رو بردارید 25 که هست 45. یه فایلات میخواید یه جستجویی داشته باشید یا برای هر کسی یه جستجویی بذارید میتونید از این استفاده کنید. خب بچه این آموزشمون هم به اتمام رسید. ما سعی کردیم اکثر فرم کنترل‌ها رو بهتون توضیح بدیم که باهاشون چجوری کار کنید، چجوری استفاده کنید تو گزارشاتون. باهاشون نمودار ساختیم، ازشون خروجی گرفتیم، اومدیم آره تارگت بندی کردیم، چجوری این تارگتمون اگر نمودارمون به اون رسید تغییر رنگ بده و با این فرمت ها و یه جستجوی سریع با کاندیشن فرمتینگ رو بهتون یاد دادیم که بتونید ازش استفاده کنید تو دیتاهای حجمی که دارید. امیدوارم که از این آموزش هم لذت برده باشید و بتونید ازش استفاده کنید. خسته نباشید. خدا نگهدار.